سلام و درود به تمام شما بینندگان عزیز و هواداران پخت و پز. در این ویدیو تصمیم گرفتیم که برای شما طرز درست و آسان آماده کردن ماهی را نشان دهیم. یعنی چگونه ماهی را در روغن پخته می شود. گپ را زیاد نمی کنیم و می رویم به آماده کردن ماهی. همچنان که می بینید ماهی را ما تازه می کنیم و در آب فرق نمی کند آب گرم است یا آب خنک. زیاد گرم نباشد، یعنی میانه باشد می شود. خوب بستگی از خود آشپز دارد. و این ماهی را بعد از تازه کردن می گذاریم به انا همین شکل ما می بریم. بعضی ها دیگر طرز می برند، بستگی از هر بریدن دارد، یعنی فرق نمی کند، این مهم نیست. خوب هر دی ماهی را آماده کردیم و بریدیم، یعنی میده کردیم. برای ما فقط نمک لازم است و تمام. ما هر کس نمک را به خواهش میل خودش می کند و دیگر پریپراواها هم دیگر ادویجات هم می شود زد. اگر دیگر ادویجات هم زنیم خوشمزه تر می شود. همچون که ما در بالا گفتیم به عادی ترین اشیا مواد ما ماهی را درست میکنیم. خوب تقریبا از 10 تا 30 دقیقه میگذاریم تا که نمک را در خودش بگیرد. دوم برای ما چی لازم است؟ ارد عادی، ارد سفید یا ارد دوم است، فرق نمی کند. خوب در یک تریلکه میگذاریم و روغن را گرم میکنیم. بعد از روغن را گرم کردن ماهی را یک همیشه در ارد، یعنی پر از ارد میکنیم، با ارد آمیخته میکنیم و یک در داخلی اسکواراتکا میگذاریم. خوب به همین طرز. اگر اسکواراتکای شما ماهی تابه شما نو باشد خوبتر است برای ماهی پختن، تا که در زیرش نچسبد. اگر کهنه باشد، راه رفته باشد، اون میچسبد. بعد از 2-3 دقیقه فقط میچرخانیم. خوب البته میبینیم که ماهی ما آماده شده است. تمام دیگر آماده شد. میتوانیم که اینها رو هم بگیریم. این یک طرز آسان آماده کردن ماهی است که در روغن چگونه پخته می شود، یعنی ژرد کرده می شود. میبینیم که چگونه سرخ خوب آمده است. تمام خوشمزه هم هست، بهترین است. خوب با شما اشتهای تام. و در آخر مثل همیشه توصیه می شود که یک صلوات به پیامبر میفرستیم. و من هم چشیدم که چگونه میبینیم که داخلش خیلی خوب پخته است، وقت زیاد را هم نمیگیرد. خوب، خیلی عالی. یک صلوات به پیغمبر میفرستیم تا ویدیوهای دیگر. خدا نگهدار شما.